به نام خدا و با عرض سلام. این جانب دکتر فریدون شایسته هستم. نزدیک به 2 دهه در مورد نهضت جنگل تحقیق و پژوهش کردم و حدود 3 کتاب از بنده چاپ شده تحت عنوان نهضت جنگل از آغاز تا فرجام. مطالعه تطبیقی به دو نهضت عاشورا و جنگل، رویکرد تطبیقی به مطالعه نهضت‌های عاشورا و جنگل و دیگر مجموع مقالات نهضت جنگل، رویکردی به زندگی میرزا حسین خان کسمایی. علاوه بر این 3 کتاب، یک کتابی به امید خدا در 2 ماه دیگه تحت عنوان یادنامه حاج احمد کسمایی هم از بنده منتشر خواهد شد. 24 مقاله هم در مورد نهضت جنگل از این جانب در نشریات به چاپ رسیده. دوستان عزیز و محترم در مورد نهضت جنگل سوالاتی از بنده داشتند که من با مطالعه اون سوالات به طور کلی در مورد نهضت جنگل سعی میکنم که نه خیلی طولانی و نه خیلی کم و موجز در مورد ماهیت این جنبش سیاسی و اجتماعی گیلان در دوره معاصر یا اصلا ایران در دوره معاصر سخنانی رو تقدیم مخاطبان ارجمند و عزیز بکنم. همونطور که میدونیم نهضت جنگل در واقع پیامد انقلاب مشروطه. انقلاب مشروطه همونطور که کسروی به زیبایی در کتاب تاریخ انقلاب مشروطه میگه، به علت وابستگی رجال کار آزموده دوره قاجاریه به سفارتخانه های بیگانگان و از اون طرف دخالت های 2 ابرقدرت اون زمان روسیه و انگلستان به انحراف کشیده شد و مشروطه که در سال 1906 میلادی فرمان مشروطه صادر شد، دقیقا روس و انگلیس در قرارداد 1907 1915 1916 1919 اگر اینها را به یک طرف نگاه بکنید میبینید که روس و انگلیس و بیشتر انگلیس که بعدا روسا انقلاب کردن و حکومت جدید انقلاب روی کار آوردن، ولی در همه حال همراه با موافق انگلیسی ها بودن، سعی کردن که انقلاب مشروطه رو در نطفه خفه کنن و انقلاب مشروطه رو در تحقق آرمانها و نیل به اهدافشون ناکام بگذارن. و همونطور که کسروی به زیبایی اشاره کرده، انسجام اجتماعی حکومتگران دوره قاجار موجب شد که اینها بعد در دوره مشروطه لباس مشروطه خواهی به تن کنن و وارد مجلس و دولت بشن که نمونه بارز این علاءالدوله و شخصیتی مثل وثوق دوله و غیرها باشه که قبلا از رجال استخواندار دوره قاجار بودن، ولی بعدها هوای مشروطه به دلشون زد و خودشون را مشروطه خواه کردن. نمونه بارز دیگر از این جمع سپهدار تنکابونی محمد ولی خان تنکابونی است. خب از اون طرف هم دخالت های روس و انگلیس هم جنگ جهانی اول بود. اونها هم در ایران دخالت داشتن و ایران را جز قلمرو خودشون میکردن، آنچنان که در قرارداد 1907 و 1915 میلادی در بند این قرارداد مشهوده. خب در چنین اوضاعی نهضت جنگل شکل میگیره. میرزا کوچک جزو 13 نفر افرادی است که کنسولگری روسیه دستور اخراجشون از گیلان صادر میکنه. یعنی تا جایی که کنسولگری روسیه میتوانسته که گیلانین فرزند گیلان رو از گیلان تبعید بکنه. حضور قوای روسیه در اینجا و دخالت هایی که انگلستان میکرد در تهران موجب شد که نهضت جنگل در شمال ایران شکل بگیره. نهضت جنگل برخلاف نهضت خیابانی در تبریز، کلونل پسیان در خراسان،
رئیس علی دلواری در بوشهر دارای یک هیئتی بود. مشاوران میرزا که 27 نفر بودن به نام هیئت اتحاد اسلام که خودشون از رجال و معارف بزرگ کشور بودند. مثلا حاج احمد کسمایی یکی از چهره‌های برجسته از تجار با گرایش بورژوازی ملی بود که 150 تن ابریشم هر سال از کسما به کمپانی بونه به مارسی میفرستاد. یک سری تجار غیر وابسته که خواهان تشکیل یک حاکمیت ملی بودند که به دور از اجانب در ایران حکمرانی بکنه، یعنی یک حکومت ملی برای ملت ایران. یا میرزا حسین خان کسمایی که چهره برجسته است در روزنامه نگاری و کسی بوده که تونسته مرامنامه حزب اعتدالیون و عامیون رو بنویسه، کسی که در نجف به درجه اجتهاد رسیده، رفته در روسیه نقاشی یاد گرفته، رفته در فرانسه در اونجا موسیقی یاد گرفته و بنا به گفته ابوالقاسم کسمایی ایشون 8 زبان بلد بوده در اون زمان. تصورش رو بکنید، کسی که تمام املاک و مایملک خودش رو برای فتح تهران فروخته که بازارچه صالح آباد یکی از نمونه های بارز خدمت این مجاهد بزرگ دوران مشروطه و جنگل است. تنها نهضتی بوده که دارای نشریه بوده و نشریه نهضت جنگل بیانگر افکار و اندیشه های این نهضت است که حتی معتبرتر از بسیاری از خاطرات بجامانده از یاران نزدیک میرزاست. بیشتر از همه نهضت ها مورد هجمه و حملات دشمنان چه داخلی و چه خارجی قرار گرفته. این نهضت را به کشتن حیدرخان عمااغلی محکوم کردند که اسنادی که دکتر خسرو شاکری در میلاد زخم و ایرانشناسان سوربن در کتاب ایران قرن 20 یان ریشار و دوستانش نوشتن، امروز دیگه مشخصه که حکومت شوروی به اشاره لنین موجب قتل حیدرخان عمااغلی شده و شخصی به نام گارکالتسکی که نام مستعار شاپور داشته و در تهران در طی یک تصادف کشته میشه در نهضت جنگل حضور داشته و عامل قتل حیدرخان عمااغلی شده. یک گروهی تحت عنوان کمیته آهن که بعد از عدم تصویب و اجرای قرارداد 1919 در مجلس تشکیل شد توسط سفارت انگلیس که 8 ایرانی و 3 انگلیسی بودند که از گیلان میرزا کریم خان رشتی بعد برادرش هم سردار ماهی برای کمیته آهن کار میکردن. اینها هم دنبال ایجاد آشوب و درگیری در گیلان بودن و حتی ماجرای ملا سرا را اینا ایجاد کردن که در اونجا بتونن همه سران نهضت جنگل را بکشن و به نهضت جنگل پایان بدن. 17 ماه پایانی نهضت جنگل زمانی شد که شوروی بدون اجازه نهضت جنگل قوا پیاده کرد در قاضیان. برخی از منابع نوشتند و این خلاف واقع است که میرزا کوچک برای حمایت از نهضتش دست نیاز به سوی لنین دراز کرد. این در هیچ کدام از اسناد وزارت کشور ما، وزارت خارجه ما و حتی اسناد در نزد سفارت‌های بیگانگان نبوده، بلکه واقعیت قضیه اینه که وقتی که نیروهای شوروی خودسر وارد ایران شدن، میرزا کوچک طی فرستادن میرساله مظفرزاده و اسماعیل جنگلی خارزاده خودش یه قراردادی بس باز راسکولینوف که نیروهای روسی دیگه نیان به ایران و اینا هم که اونجا باشن آنچنان که نهضت جنگل میخواد بهره برداری بشه از اونها و اسلحه‌ای که اونها به نهضت جنگل میدن و مهمات پولشونو بهره برداری بکنن و شوروی ها حق ندارن در امور داخلی گیلان دخالت بکنن و موجب آزار و اذیت مردم بشن که یک قرارداد ناماده‌ای اونجا میبندن. بهترین منبع برای معرفی 17 ماهی که روسا اومدن به نهضت جنگل
کتاب خاطرات ژورژ یگیکیانه و در کنار اون اسنادی که دکتر خسرو شاکری از طرف کمیساریای وزارت خارجه شوروی و شخص ووژنسکی تهیه کرده. یگیکیان میگه که میرزا کوچک وقتی که جمهوری اینجا اعلام کرد، جمهوری به خاطر این بود که اگر این جمهوری را اعلام نمی کرد دولت شوروی گیلان را تجزیه می کرد. میرزا کوچک جمهوری موقت را تهدید کرد، یعنی اینکه کاری بکنه که بنای تجزیه گیلان را، این فکر را از روس‌ها دور بکنه. و شما وقتی قرارداد را میخونید نمیگه جمهوری دائم، تا اونایی که میگن تجزیه طلب بوده میرزا بشه اینا انگشت سهه گذاشت، گفت جمهوری موقت گیلان، تا ببینیم که در آینده در تهران بعد از جنگ جهانی اول یک مجلس مؤسسانی دایر بشه که نوع حکومت ایران را در اونجا تعیین بکنن. میرزا به سانترالیسم، یعنی حکومت مرکزی، اعتقاد داشته و این در نوشته های خاطرات ووژنسکی و خاطرات ژورژ یگیکیان اومده و جای تردیدی نیست. مخالفان نهضت جنگل عمدتاً امروزه دو تا بحث مطرح میکنن. یکی این که حالا میگه مخالفان، نه بگه منتقدان یا افراد که مطالعه میگن که میرزا چارچوبی نداشته، روشی نداشته، هدفی نداشته و اینها. با مطالعه شماره های 1 تا 41 نهضت جنگل، به ویژه 17 تا 21 به صورت تاکید عرض میکنم، اونجا اهداف نهضت جنگل اومده: تشکیل یک حکومت ملی بدون دخالت اجانب و بهره برداری از منابع طبیعی و کانهای ایران توسط دولت ایران و بسیاری از اقداماتی که امیر کبیر بنا داشت انجام بشه، مثلا واکسن عمومی که یکی از کاراش بود و یکی هم تأسیس مدارس و ارتقای فرهنگ جامعه ایران، رفع بیسوادی، اینها همه از اهدافی بود که نهضت جنگل به سر داشت و در مدت این 7 سالی که در کر و فر و ستیز و فرار و کوه و جنگل اینا بودن، 12 رشته راه درست شد، چندین نهر درست شد که نهر دکتر حشمت لایجان معروفه، 4 تا مدرسه شبانه روزی درست شده و کارهای زیادی که تا جایی که کفیل آموزش پرورش در ایران در دوره وثوق به نام دکتر عیسی صدیق علم گفته که میرزا کوچک خان عاشق دلبسته ایران و ارتقای فرهنگ مردم ایران گیلان بود و به من گفت که تا زمانی که اینجا هستی امنیت تو فراهم میکنم تا مدارس ایجاد بکنی و فرزندان گیلان رو دارای سواد بکنی و به ارتقای فرهنگ کمک بکنی. این یکی از مسائلی است که میگن میرزا هدفی نداشته، راه حلی نداشته. چرا داشته؟ ولی خب دو ابرقدرت وقتی که روی کار بودن و بعد برنده جنگ جهانی اول شدن و هر دو منافع استعماری در ایران داشتن، مگر اجازه میداد که نهضت جنگل روی پای خودش بیسته و به اهداف خودش دست پیدا بکنه؟ که قطعا اینجور نبود. تازه بر سر نهضت جنگل معامله شد بین آمریکا و انگلیس و شوروی، تا جایی که شوروی نهضت جنگل رو قربانی خودش کرد تا کشور انگلستان دولت جدید را در روسیه به نام اتحاد جماهیر شوروی را به رسمیت بشناسه، کمک‌های اقتصادی را تحت عنوان سیاست اقتصادی نپ نیو اکونومیک پولیسی در کشور شوروی حمایت بکنه و از اون طرف هم قرارداد 26 ماده‌ای سال 1921 با اشاره انگلیس توسط سدزیالدین طباطبایی با اعزام مشاور الممالک انصاری در مسکو صورت گرفت که به شوروی یک امتیازات بزرگ تجاری و بازرگانی هم کشور انگلستان اعطا کرد تا شوروی باش همدستی بکنه تا نهضت جنگل خفه بشه. به هر حال نقش ابرقدرت ها در به زمین زدن یک نهضت بزرگ سیاسی اجتماعی بسیار مؤثر بوده و بعضی از افراد کم مطالعه، فریب خورده و
خواننده آثار و خاطرات رجال پهلوی اول به ویژه سعی کردن که میرزا کوچک رو چندین تهمت بهش وارد بکنن. اهدافی نداشته، رفتار مشخصی نداشته، اهل استخاره بوده، نمیدونم تجزیه طلب بوده، قاتل حیدرخان عمو اغلو بوده، غارتگر بودن این نهضت یا غیره. مثلا حتی شما نگاه بفرمایید ملک شعرا محمد تقی بهار که از شاعران دوره آزادی و مشروطه هست، در میان تقابل جناح‌های سیاسی میره به سمت وثوق دوله و قوام السلطنه، در مقابل مشیر دوله پیرنیا قرار میگیره و به جهت برخورداری از امتیازات زیادی که برادران وثوق و قوام بهش میدادن، از جمله اینکه خود ملک شعرا بهار هم طرفدار قرارداد 1919 بوده همراه سید ضیاءالدین طباطبایی و جواز فروش املاکی را در تهران به مناسبت حمایتش از قرارداد از وثوق الدوله گرفت. ایشون هم ضد نهضت جنگل شد و هم نهضت کلونل پسیان، چون هر دو نهضت در دوره قوام السلطنه به عنوان نخست وزیر سرکوب و از بین رفت. و چون بهار شاعر ستایشگر وثوق و قوام السلطنه بوده، محمد تقی کلونل پسیان و میرزا کوچک را تجزیه طلب میدونه و از اون طرف در رسای شیخ محمد خیابانی شعر میگه. چون شعر محمد خیابانی توسط مخبر السلطنه هدایت که عامل حسن خان مشیر دوله پیرنیا بوده کشته میشه. چون در تقابل بین برادران وثوق قوام با مشیر دوله این اختلاف داشتن، ملک شعرا بهار نفع سود خواجگان خودش رو، خواجه‌های خودش رو ارجاع داده بر واقعیت‌های تاریخی و تا تونسته به نفع شیخ محمد خیابانی شعر گفته تا بتونه حسن خان مشیری پیرنیا رو که رقیب سیاسی قدرت دو برادر وثوق و قوام بوده، اون را در تاریخ تخریب بکنه و چهرهش رو مشوه بکنه. برای همه شما آرزوی توفیق دارم و خداحافظی میکنم.